السلام علیکم یار و دوستان محترم حضور کانال. اگر که خنداورم باشه لیکن بعضی کسا هستند که به نمین خر و عروبه احتیاج دارند. دوستان کسانی که احتیاج دار باشه دیگه به همین خر عروبه که در صحراها زندگی میکنند، الکترومبیل دیگر چیزی ندارید، میتونید همین خر با عروبه اش است دوستان خریداری کنید. این سن سال خر تقریبا 6 یا 7 ساله می باشه دوستان. روسیه عروبش هم خوب است، خودش هم خرید کوری است، یعنی که عروبه میکشد دوستو. خریدارو باشه در این رقمی در زیر بوده زنگ میده. البته این برای اگون شوخی آمیز دیگر چی نیست، درست قبول کنید، چون که همین سوری همین خر گفت که همین خر من میفروشم، روسیه خریدار نیفته ایستادم، شاید که با یاری ما خریدارش یافت شود. برای خاطر همین التماس مسخره نمیکنید، خریدارو باشه دیگه حتما زنگ میزنید دوستو. این خر قرار داره در کارخوز سامونیان نویه مسجو منطقه یکم چسکه. این شکل عروبش من دوستو ببینید، کوری است، هم یکون آیوش نیست، توست پشتشن یکون وی میزنید میبینید که خوک هم میکشد و علف هم میکشد و آب هم میکشد در صحرا جاها دوستو. اگر نمونه خر یک تا هست و خریدارش شاید 100 تا بروید. برای خاطر این سری وقت زنگ زنید و خریداری کنید، باقی سربلند و خانواده باشید. در کنار آبونه نباشه دیگر حتما آبونه میشوید دوستو. برای که دستگیری شما پیشروی ماست، باقی سربلند و خانواده باشه دوستانی ما. دیدیم کسی میخرد در همین خر برکه آورد، کارش به رواج کرد. خیلی گپ به دروازه نمیکنیم، رقمور در همین زیر میگذارم من دوستو، زنگ زنید. نقطه لایک هم زنید دوستو.